توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از دروغ‌هایی که صنعت پوست و زیبایی بهمون گفته صحبت بکنم. من دکتر مریمم و اینجا قراره همه چیزو با هم دیگه علمی بررسی کنیم. اصلا این ایده از کجا اومده که کرم دور چشم باید با کرمی که برای پوست صورت استفاده میشه متفاوت باشه؟ یه فکت علمی وجود داره. پوست اطراف چشم پوست نازکتر و حساستری و باید بیشتر مراقبش باشیم و هر کرمی رو نمیشه اطراف چشم زد. تا اینجا این یه فکت علمیه و کاملا درسته. اما چطور برندها از این فکت علمی سوء استفاده کردن؟ زمانی که میان بهتون میگن به عنوان مثال اگه تو میخوای ضد آفتاب بخری از ما بیا توی حجم کوچیک‌تر یه محصول گرونتر رو بگیر، این مخصوص دور چشمته و اینجاست که دارن از این فکت سوء استفاده میکنن. تا اینجا براتون علمی بررسی کردم که بله پوست دور چشم واقعا پوست حساسیه و هر محصولی نمیشه به دور چشمتون زد، اما اینکه تمام کرم هایی که برای پوست صورت استفاده میشن و نمیتونیم به دور چشم بزنیم این یه دروغ محضه. شما تمام محصولاتی که برای پوست صورتتون استفاده میکنین و میتونین برای دور چشمتون هم استفاده کنین، مثل آبرسان ها، مثل مرطوب کننده ها، مثل ضد آفتاب ها. هیچ فرقی نمیکنه که برای پوست صورت طراحی شده باشه و شما برای دور چشم استفادهش کنین. جدا از اون یه سری محصولات رو شما واقعا نمیتونین برای دور چشمتون استفاده کنین، مثل رتینوئیدها، اسیدها و اسکراب ها. حتی اگه پوستتون توی ناحیه اطراف بینی و دور دهنتون حساسه، به نظرم این سه موردی که گفتم و حتی برای این قسمت هم استفادهش نکنین. امیدوارم که این موضوع رو خوب بهتون توضیح داده باشم. از این به بعد هر وقت خواستین یه محصول برای پوستتون بخرین، قبلش علمی بررسیش بکنین و لطفاً از ترندها پیروی نکنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که توی چنلم سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. ممنون.